جهل قصه جانوران کجا رو خیر همین که وشی وجه در دفعه پرده که جمع کو خواجه سران پرده یک کرجه پوتشاه و امیر ارسلان داخل حرم بیتن چم همه که چم پاروک لکای به جمال پته کپت به اختیار تت و ترای کدمان سری دور دا پادشاه آی بغلا گرفت پیشانی چوکه هر دو این بیهوش بیتن امیر ارسلان تحت پادشاهی به هوش آورد بانو هم ملکه به هوش آورد ملکه دوباره و تارا و پادم پادشاه دور دا پادی چوکتن پتا هم پادشاه هم شکر خدا بجارد به یک دستی امیر ارسلان به دست دیگه ملکه گفت قدمی ما خیابان و شیر کو رفتند و پاد کسر رستن چه پلن برزا رفتند داخل کسر بیتن پادشاه به تختا نشت امیر ارسلان ملکه انگوتی دست کرا نندینتن بانو دیگران هر یک جا به جای وقت آرام گفتن نشت امیر ارسلان دست بانو چوکتو هزار شکرگزاری کتی بادشاهی پادشاه دست ملکه گفت به دست امیر ارسلان داد و گوشتی فرزند من و پاروخلکا فرزند من پاروخلکا بر رسم کنیزی به تو پیشکش کنم و تو هم تی غلام بو لوٹه ما را بسوچ یا نه ما را نگه داره امیر ارسلان هم معذرت خواهی کت و دخترم ما صورت پرنگی میں به گردش در آرد و چند جام شراب نوشته و بانو عرض کو قربان به شام حاضرین پادشاه ملکه خواهدت کن به تالار دیگری رفتن سفره پچ کت و رفتن در سر سفره نشتن شام و دست وجه چه خوراک آوشی ششتن ته و کاوه نوشت و نشت گپ دیگوان کو ودمتا پادشاه و ملکه و فرزند این شپی امیر ارسلان مهمانی تی د بانده بایی منزل معین کنون درست چایی مهمانداری بکن ملکه هم عرض کو په چما چشم هر دوی چه جای وقت پادت کن تعظیم کد چه امارت پادشاه در نرفت امیر ارسلان دست ملکه گفت خواجه یاکوت و کنیزان دیما کپتن رفتن دنگ و ملکه وجه کسر کرا رستن رفتن تالارا داخل تالار امیر ارسلان شکر خدا بجارد ملکه هم وقت ملکه رفتن تخت سرا نشت امیر ارسلان همین پیما وجه یک کار دیگر وجه مای به گردش در آرتو تی پلا پمونی جانم مرچیان سک جنگ کتا خستم بپرمای رخت خواب دور بدن که بو افسون ملکم به درنگ و کنیزانی وشت بستر حریرین دور ده هر دوشی دست در آگوش یک کادگر چو جان شیرین همدگه وجه به استرات وقتن تا زمانی که رنجور قدرت در خزانه اپک دری پچ کو دست در افشانه آفتاب جواهر کاکه به زیر محزن دامان روچ درد چه پرده پشتا چی وجه دم صبح دم چون دمی آفتاب تو گفتی که آتش برآمد ز آب در درایگاه روچه جهانتاب امیر ارسلان نامدار سرچه بستر رات پادت به حمام رفت و سر جانی ششتی و در ناد سر تا پاد در و گوهر بیت و تاجی هم طلاین بسری کت و زم و خنجر و زمرد نگاه و سرینه بستندی و طرف بارگاه روان بید وقتی داخل بارگاه بید در برابر پادشاه تعظیمی کت 700 امیر چه صندلیان پادت کن تعظیم کت پادشاه هم پادت امیر ارسلانی بالای تک کرده صوتی ننده پادشاه هم به شمس وزیر گوشت دیمیگو شمس وزیر کت گوشتی وزیر پرچه نشته که پادا در خزانه پچ کن و اخبار
سیرا بده بفرمایم تا نکار خانه به نوازش در بیه. در مرتی ده 7 روز دیگه مردم شهر ایش توکه با شمس وزیر چه جاگه پادت کو 400 خانجه شربت شیرنی من بارگاه آرت پوت شاج و امیران امیر ارسلان امیران شربت نوشت و شیرنی وارد و نکارخانه به نوازش و ساز و آواز و منادی به کوچه و بازار توار داد و آواز داد که مردم ده هفتگی شاد و خوشحال ببند در عیش توکه ببند کس غمگین مبی یا ایوه الناس چه مرچی ده 7 روز دیگه که سیر ملکه آپا که هستن تمام در عیش و خوشی ببند مردم شهر آزادن و هر یکی یعنی غمناک مبی همه که اهل شهر چه ندایش کو تمام به عیش و خوشی تو که مشغول بیت امیر ارسلان و پادشاه عرض کد قربان با خواجه طاووس خواجه کاووس ما کجا هستم پادشاه عرض کو چه روچه که این حادثه اتفاق کرد هر دوی ما معذور کتن در لوگا و تیگا هستم امیر ارسلان ورد بفرمایا دوینا بلی کارن خلط بده پادشاه پوران گوشت هر دوینه آوردن هر دوینه چه گندگ امیر ارسلان خوشحال بیتن برابر تعظیم کت امیر ارسلان دیم هر دوینن چوکه گوشتی هر دوینی خلط داتا با دوین و خلط داتا با دوینا و شغل کاری که آنی هسته منصبی که آنی هسته پدا با آنی داد محولی کتن هر دوین خوشحال بیتن چه بارگاه در نرفته امیر ارسلان 70,000 نفر چه سپاه شهر لال که به همراهی آورده بیتگه تمامی انعام دادن و امیرانی هم فرماندهان تمام و دیگه کسان هر یکی لوٹائنتی تمامی انعام و زر دادن و گوهر قیمتی دادن دی خلط و زر و جواهری دادن تمامانی مرخص کو آهم به شهر لال رفتن حال کسا مدت 1 هفته هنچین بزم چته هنچین عیش بر پای کد که جهان پیر و ورناک به خاطر مند قرب 1 هفته گفتی که از شیراز سیل آورده باد احمر وجه روچ ششم شمس وزیر به چند نفر چه امیران بهرما رفتن عقد ملکه آپاک نکای به امیر ارسلان بست و ملکه هم به حمام امیران چوکان و چیان وجه ملکه به حمام برد سر و بدن آیه شمس وزیر چوکان و ایدی امیرانی که وزیر تا امیر شمس وزیر دست چیره تا 700 امیرانی چوکو نماسگان وجه حمام برد و ششت و شوه کت و ملکه چو ماه وجه چه حمام دنا سر تا پاد لباسی مرسین وجه پوشت و 7 کلم مشاط جمالی کت و در سنبهین تی سر تا پاد گرک دریای در و گوهر بید رب برز تخته ولا نشت بانوی دیگه جنینان جا بجای ود نشتن ساکیان دخت جنکان پرنگی ما تلته می چولال به گردش درارت مطربان نگمه آوازین داودی جد تار و سیتار و چنگ و دول و عود و سرود و تنبک و نی و کمانچه هر پیمه با آواز درارت میشه یک طرف ساکیان مشکین مو یک طرف مطربان خوش الهان ساکی آتش پرست و آتش دست ریختن در ساغر آتش سوزان ملکه آپا در کمال و خوشحالی جام شراب چه دست گلرخان پرنگی گپ انچین بزمی هسته که ملک چه دریچه پلک آسمان سر پر درنا کشید و به تماشای بزم آهنگ مشغول بود امیرتان نامدار هم به حمام رفت و همین پیام موزه از پاوشی برون کرد روان شد
لب حوض آب آمد به فغان، بس که بر او زد خوش باش. دست استاد بر آن کاکل مشکین، چو رسید تیغ گفتا که ز سر بازی خود واقف باش. دست بر لرزه در آمد به میان کیسه، که چرا همچو عرق من ندم سر تا پاش. سر و تن و گلاب و مشک شستی، زلف و کاکل سپای داد. حمام آت کو وجه چه حمام دنات، سر و جانی شستن گودی پادشاهی گرا کتن. ندیده کس به زیر چرخ دولاب، که آتش زنده بیرون آید ز آب. چو وجه روچا پیما که شنچ مشرق طلوع کتگا، سوار مرکب و بارگاه را به تخت نشت و پادشاه و امیران تمام حیران. حسن جمال و جوانی امیر ارسلان نامدار بیتن. ساکیان بچکه ماروین پرنگی می، چو آب حیات به مجلس در آرد می به گردش داد. همه که آفتاب همه که روز به سر چهارسار مغرب کشد. چراغان شهر و بارگاه و میدان و باغ و حرم تمام روشن کتند. تمام شهر چو مثل روز روشن بید. روکه کت روشن کت واجام. به یک دم جهان شد چنان پر چراغ، بسا حسرت آن شب که پروانه بود. که بر سینه شد تنگ جا چراغ، که بر سینه شد تنگ جا به هر داغ. که باید به 100 شمع یک جان سپرد. بزم بارگاه وجه آرایش کد، چه نو وجه عشرت و خوشی و شادی مشغول بیتن. بعد چه ورق و شام و نوشد قهوه و کلیان. 4 ساعت شفا که گوست و وجه شفا که گوست شبر آراست شب روی مانند ماه. به زلفین مشکین و چشم سیاه هم طره بگشود مه را ز دوش. سر زلف شب گشت عنبر پوش. همه که تمامی دماغا چه باد نابا گرم بیتن. پادشاه دست امیر ارسلان گرفت و روانه حرم بیتن. به یک دمیست به یک لحظه آواز ڈول و سرنای وجه پلکا رسد. انگار قیامت کی برپا بیته. خواجه یاقوت کو بانو خبری داد. بانو حرم دست ملکه گفت چه تالارا دنا رفت و در کرا پلن استقبالی کد. که در این وقت پادشاه در حالی که دست امیر ارسلان من دستایی است و شمس وزیر و لعته چه امیران محرمه رستن. ملکه و دیگه جنینا هم تعظیم کد و پادشاه به دست دیگه دست فرخلکای گرفت و داخل تالار بید. به تخت نشت ملکه و امیر ارسلان با یمین و راست نمیگه و چپی نمیگه و تی نندین بانو دیگران اوشتاتن شربت و شیرنی آورد. ساکیان سیمین وجه شربت برک و جام پر شربت کتن دست پادشاه دادن. پادشاه شربت وارد و بعد چه پادر دست ملکه به دست امیر ارسلان داد و گوشتی فرزند منو فرخلکا بر رسم کنیزی به تو پیشکشم کته. لوټه بکش لوټه ببخش. امیر ارسلان به کمال شرمندگی و وطاره به قدم پادشاهی دورده. پایش را بوسید و عرض که قربان به من چه غلامان درگاهتی هستم. من چه ادعا که پادشاه به نوکری قبول کنم. لطف و کرمی هستن که این بنده داره. پادشاه دست بانو گفت چه تالار در رفت. امیر ارسلان خدمه کنیزان چه تالار در کتن و درانی باوت محکم بست. اول 3 مرتبه سجده شکر خدا به جای آورد. بعد چای قدم در بستر حریرین ارکو به یک دگر چو جان شیرین
در بغل گه بچه آیا تمام انتظار امیر ارسلانه کام دل چه آهور شمایل حاصل بی تو یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم میان ماه بجز این پیرهن نخواهد بود بیند یک نفس ای آسمان دریچه صبح گرم چو عود بر آتش نهد گم نخورم بر آفتاب امشب خوش است با کمرم وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم شب نه صبح به عیش و نشاط و کامرانی و مشغول بیت همه که صبح بیت امیر ارسلان نامدار و ملک آپاک چه سر به سر راحت پا داد کن امیر ارسلان به حمام را پادشاه یک دست خلط شاهانه تاج و کمربند به امیر ارسلان دیم دادن تا 3 روز چه امارت حرم دنا نیاد در این 3 روزان که گم ملکه به اشرت وازینتی تلاپی تمام زحمت و فراغی درارد بعد چه 3 روز به حمام رفت خلعت پادشاهی پوشت و روانه بارگاه بید پادشاه هم دیم چوکه تمام مبارک باشد گوشت امیر ارسلان و شمس وزیر و تمام امیران کسانی که در سیرا خدمت کتگ خلعت و انعامی دادند مدت 1 ماه تمام در پرنگ بیتگا شب روز به عیش و کامرانی و گوازنته شبی در واب تو که دیدی که ما تا آیا سیاهن گود پوشتا و گوشگین ای پرزند دلبندون دا کدیگا منتی فراغت تو که بگیریم تو چه احوال من یا خبر مبی ببیتین که تو شب روز به عیش و تو که بگازین و نزانه که در فراغت جدایی دیگه هر روز من سالی بگذی در ای ترسون که من در ای گم تو که بمیرم و جمالت ایگه یک رند دیگه مگندم امیر ارسلان حراسان چه وابا پادد ملکی پاد کد چه صورتا وابه آئی آگاه کد با یاد مات کبت و گریتی ملکه عرص چه چمایی پاک کتند و گوشتی تی بلا پا من جانا خدا منو بکشی که من چمان تیگان گریوگ مگندم عرص مگندم انشالله باندا چه پتا مرخصی گرم برو در روم جمال وتی ماته هم بگنده به تخت سلطنت بننده ملکه هر پیم بیتن چه خاطر امیر ارسلان رفت کدورت کتو یک کادگر دوباره در بغل گه به استراحت وقت در وقتی که وجه بانور خلوت نشین صبح چه هجله اپکا وجه سری به دنا کشت و دنیای روچا دنیا تمام چوتی نورا چه روشن و وجه بر را کت و دنیای تمام روچ کت وجه شفی برد روچ یارت اللہ تعالی سلامت باتی وجه نه انگاش داری کدیم کم که برین ده امیر ارسلان چھٹی بدن بر بازگشتی نه او انگا بازگشت چارون چیم تو دکتیم اجدهیم اما نزدیک 19 سحر از کوی خاور تیگ اسکندر شد پیدا و عیان شد رشه خون از شگاف جوشن دارا دم روح القدس زد چاک بر پیرهن مریم نمایان شد میان مهد و زرین طلعت عیسی در آیگاه روچه جانتا و امیر ارسلان نامدار چه وابا پادد به حمام رفت سر و کله و سپای داد گودی و جوتی پوشت و در ناعت در تالار گو ملکه آپاکا نشت و امیر ارسلان گوشت ملکه مرچی باید بروید پتا چه اجازت بگیره گرچه تاب دوری ماته وتی وطن دیگه ندارم ملکه عرض کو پچما چه جاگه پادد یش شبه حریری زر تازه سریگه و سری کد چادر گوات خواجه یا کود کنیزان روانه کسر پت بید در برابر پتیگا ماتگا تعظیم کو پادشاه بغل وتی پچ کت آئی چو جان شیرین در بغل کشتو پیشانی که چوکه و کر دسته وتیگا نندین تی گوشتی پرزند کجا بیتگه
امیر ارسلان در کجایی؟ ملکه عرض کو قربان به ما. امیر ارسلان دوشی ماته وتی واب دیده تا صبح تا به حالی زبر نگیره وگه مات کمو چشما مرخصی بگیرم که بروتین در روم به سر مملکت و کشور ماته وتی بگندی. پادشاه گوی اگرچه ساعت طاقت دوری شما را من نیستین ولی که امیر ارسلان هم دلتنگ نتونم بگندم. مرخص هستین. بروی. ملکه خوشحال بیت. پاده به خدمت امیر ارسلان رفت گوی چی تی بلا پا منی جانم مجده بده که پتا منی مرخصی داده. امیر ارسلان خوشحال بیت وجه چند بوسه آبدار وجه گوشی گپتی و چه بارگاه رب در برابر تخت پادشاه تعظیم که رب به جای وقت آرام گپ. پادشاه دیم گو امیر ارسلان کتو گوشت پرزن بنا به گفته پارلکت تصمیم به روم برو. امیر ارسلان عرض کو اگر مرخص بده کمال التفات است. مدت 3 سالی هستین که چه ما تو کسانا و دیگه دورون کشور و لشکر را هیچ خبری نیستم. پادشاه گوشت پرزن هرچی رضا تایی ما خوشنودم به شرط که منو فراموش مکنی گای پارلکای پامنی گندگ واسطه بیاری. امیر ارسلان عرض کو به چما انشالله سالی 1 مرتبه 2 مرتبه ملکه آپاکا و تیگ آسان حاضر کن. بعد چایی پادشاه به شمس وزیر گوه پادا به تدارک سفر فرزند و منی آچه لازم هسته مهیا بکن. شمس وزیر پادا چه بارگاه در ناره به تهیه وسایل سفر مشغول بود. امیر ارسلان نامه پوتی ماتا و نامه پا خواجه نومان وزیر لکتی تمام شهر حال وتی و حوادثی که در این 3 سال روی داده بیتگه بیانی که تو در حاشیه هم لکتی که هر وقت یک کاغذ به تو رسید باید همه ساعت بی توقع به مصر بروی و نامه منیگه با این ماتا برسینه و آیا بیدرنگ بزیره و چتا آیگا منیگه در روم بی. نامه هم به کاردان وزیر و امیرانی به سلامتی وتی لکتی. نامه هم به دست قاصده باد پای دات روانه کد و وقت منتظر پراهم آیک بود تهیه کنک سپره وجه چند کلمه چه خواجه نومان وزیران و امیران گوش داری. چه روچه که امیر ارسلان چه کشتی ها نشت و ناپدید بود. در روچه که 4 غلام چه کشتی ها در کشتی ها گو امیر ارسلان بیتکتن ترتن هم منتظر کشتی من تو امیر ارسلان و آیگا کشتی آیگا امیر ارسلان بیتن که بعد چه مدتی برگشت کشتی غلامان گریبان پاره تاج و لباس امیر ارسلان آورتند. نامه به دست خواجه نومان داد. خواجه نومان نامه با آواز بلند واند. وزیران و تمام امیران به اختیار بیتن چو اور بهار گریت و عرص ریت گلگلم بارگاه کپت به سبب خوش رفتاری که امیر ارسلان در 2 ماه در روم توقع کتگه آیی چو مثل جان پناه دوست داشت انگار که آنی چوک عزیز تمامانی مرته بیده. خبر در حرم به گوش کنیزان رسید. تمام شیوان کشد. اهل شهر روم تمام به عزاداری مشغول بیدن. امیران لوٹه تدارک سپاه بکپان به دنبال امیر ارسلان پرنگ بروان. خواجه نومان مانع بید و گرچه محال است 1 نفر شما به سلامت برگرده اگرچه 1000 خطر جانی هم به امیر ارسلان هسته لیکن احتمال هستین دوباره به سلامت بیایدین
غرور و جوانی عشق به کله جتا، بیهوده و تارا به مالکی دور داده. اگر تمام روم به دنبال امیر ارسلان روته، هیچ کس نتونتی آیا بترینی. بیهوده و تارا به کشک مده. فعلا همه طور که در نامه نوشته در 4 سال صبر کنی. شاید بیایید. شما باید کاری کنی که مملکت و خزانه لشکر درستی نگاه بداری. تماما گفته خواجه نومان پسندید اهل شهر در ماتم امیر ارسلان سیاپوشتن در غم و غصه توکتن در 4 سال گوست. روچی وزیر و امیران و خواجه نومان بارگاه نشته بیتگتن خبر کنگاتن چم کاردان وزیر به تخت و تاج بی صاحب امیر ارسلان کرد. بی اختیار عرص آیه جاری بیتن سرازیر بیتن واجه ریچگاه لگتن گوشتی ای حضرات امیران شما به نان و نمک ملک شاه مزم بیتگه پرورش کتا باز شده که یک چوکی چایی من دنیا بمانتیم پرنگیان آیی ای طور بکشم و شما آسوده بننده. من یقین زانو که آیی نشناخته پوت شاه که سالها گوانی دشمنی بیته آیی کشته. این زندگی به شما واسطه چه پایده استینی؟ ولی نعمت آقازاده شما در پرنگا بکشن شما در بند جان و تیگا ببی 1000 رنده خوشک به یک چه زندگی بهتری. امیران تماما پا گریوگا لگتن گوشتن ته ای وزیر ما تمام حاضرین. اگر 100 جان ہمارا ببی تمام در راه امیر ارسلان با کشگی دیں با بادی دیں. خواجه نومان اگر مدت دیگه هم صبر کنه شاید چه امیر ارسلان خبری برسی. در همه گفتگو تن که پرنگی گرد آلوده هاکا پر را چه در داخل بیت گوشتی حضرات خواجه نومان کن. خواجه نومان اگر تو که گومه چه کار داره ورچی کاسدیون از نزد امیر گیتی ستان ملک ارسلان بن ملکشاه رومی نامه گونین تو همه که نام ملک ارسلان آورتی گلگله گوشی من بارگاه چست بیت رست پیچت. خواجه نومان چه جاگه سٹت و تارا با قدم کاسته دوری دا نامه آروک دوری دا نامه گپ چوکت و نامه کاردان وزیر هم داد. تمام شکر خدا بجا آورد و خواجه نومان نامه با آواز بلند وان تمام شاد بیتن. کاردان وزیر گوشت نکارخانه شادی بجنم منادی در شهر با آواز بده. تمام اهل شهر خوشحال ببه. سیاهین گدان چوتی بدن دنا بکشه ما تدارک استقبال ببه. خواجه نومان چند تن چه غلامان زرتی گم وسایل تجملات روانه مصر بید. شب پر روچ رفت هیچ جا آرام نگرفت تا به شهر مصر رسید. به بارگاه خدیو و مصر رفت ماجرای امیر ارسلانی گوشت. به لوگا رفت بانو هم دید سر تا پاد سیاهین گد پوشته در پراغ و چوکه مگریوگی. چند بانوی به خواجه نومان کفت احوال امیر ارسلان جستی کو. خواجه نومان نامه داد چند بانوی به خطا مهره و چوکه کفت بیهوش بید. خواجه نومان با هوش آورد احوال امیر ارسلانی گشت. بانو شکر خدا بجا آورد پا داد رو کنیزان و خدمیان تدارک یعنی وسایل بندبست کت به سفر کنه. بعد چه دروچ اموال و اساسه تمام بار شتران کت روانه روم بیتن. در هیچ جا توقف نکد تا وارد شهر بیتند. بانو به امارت حرم رفت خدای وتی شکر کتی و کنیزان و امیران و خادمان وجه
کاردان وزیر و امیران هر آرچه به استقبال لازم بیتگاه حاضر کد منتظر امیر ارسلان بیتا. شاه طرف شمس وزیر تدارکات که لازم بیتگاه آمادی کو بعد چه 10 روز به خدمت امیر ارسلان رفت ارزی کد قربان بوان. تمام چیز حاضرم. حاضر امیر ارسلان خدمت ملکه رفت و گوشتی قربان بوان دیگه مانک مایده لزوم نه. اول صبح است اجازه بده بگه که محمل وسایل سفر حاضرند چه پتا مرخصی بگر که برویم. ملکه گوشتی درد پا من جانم ما حاضرم هر وقت بفرمای مکان. پادت به خدمت مات رفت. بانو ملکه در بغلا گرفت امیر ارسلان چه بارگاه رفت در برابر پادشاه تعظیم کد ارزی کو قربان بمون دیگه بنده مرخص بکنه چه آستان مبارک من برون. پادشاه پادت به حرمان رفت. ملکه هم به قدمان کپت پادانی کپت و در پادانی دورد و پادشاه پیشانی چوکه و خواجه یاکوت خواجه سرایان محمل وجه حاضر کتن. ملکه گریان بید پت و ماتی وتی ودا کتن خداحافظی کتن. هم گریان بیتن گریت امیر ارسلان آها دلداری داد. پادشاه گوشت دلی از سنگ بباید به سر راه ودا تا تحمل کند آن روز که محمل برود. و جان شیا کم باز جتا خیر شیا هم داداره 31 دقیقه نیم 31 نیم نه 32 هم وجه سلامت باتی الله میاره نه حلاس وجه حلاس کنش که چیزی نمانتا شما شکل بداری بانده شب نه بانده شب نه سلامت باتی الله میاره. هر کسی آگاه باشه یک ورکو دیمی هستین سلامت باتی الله میاره.